کرم و طلو، هنرمند بسیار خوش صدا، خوش قلب، روحش شاد و یادش گرامی باد. واسه کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم باز به درخواست شما با یک موزیک ویدیوی بسیار زیبا از هنرمند بسیار خوش صدا و پرقدرت زنده یاد کرم و طلو. من از این هنرمند چند تا ویدیوی دیگه رفتم که آخر این ویدیو براتون میذارم که اگه دوست داشتین برید اونا رو هم ببینید. بدون معطلی وقتتون رو نمیگیرم، چند تا از کامنت های محبت آمیز شما رو هم میذارم بعد از صحبت های خودم و بعد این ویدیو رو با هم دیگه میبینیم. پس بدون معطلی برو بریم. از توی تو با جان پر غم خیر میروم از توی تو با جان پر غم خیر باد، با دلی پر آتش و با چشم پر نم خیر باد. واقعا عجب صدایی داره آقا. صدای کرم و طلو عالیه. من یه ریاکتم از دختر و پسرش رفتم اصلا شروع کردن به خوندن. اگر اون ویدیو رو دیده باشین شروع کردن به خوندن. من گفتم که اینا احتمالاً باید فرزندان کرم و طلو باشن. خونوادگی صداشون زیباست. برای همینه که خیلی از دوستان عزیز و خیلی از فارسی زبانان با آهنگای کرم و طلو خاطره دارن، چون واقعا صدا بمب عالیه. این صدا. بریم ادامه. با دلی پر آتش و با چشم پر نم خیر بود. دوستان به من بگین که اول ویدیو دو نفری که بودن پدر و مادر فکر کنم کرم و طلو بودن و اون بچه‌هایی هم که تو بغل بودن فکر کنم فرزندانش بودن. تو کامنت ها واسه من بنویسید درست میگم یا نه. اهل عالم راضی من گرفت در خاطر بود. اهل عالم راضی من گرفت در خاطر بود. من زی عالم میروم بر اهل عالم خیر بود. من زی عالم میروم بر اهل عالم خیر بود.
اگر که اشتباه نکنم یه حالت یاد بوده برای کرم و طلوع و احتمالا اونایی هم که پایین هستن باید فرزندانش باشن. تو کامنت ها واسم بنویسید. آن پری در وقتی رفتن از سری مهرو بخور آن پری در وقتی رفتن از سری مهرو بخور واسفی خسته را میگو هر دم خیر واسفی خسته را میگو هر دم خیر میروم مستوی تو با جان پر غم خیر با دلی پر آتش و با چشم پر نم خیر با دلی پر آتش و با چشم پر نم خیر. این فکر کنم آهنگ خداحافظیش باید باشه که حالا کمش داره تکرار میکنه که میروم فکر کنم که باید آهنگ خداحافظیش باشه. خیر کرم و طلوع، هنرمند بسیار خوش صدا، خوش قلب، روحش شاد و یادش گرامی باد. الکی نیستش که بهم میگید که باز آهنگای کرم و طلوع خیلی خاطره دارید و هی واسه من لینکشو میفرستید. من یه آهنگی هستش از کرم و طلوع به نام، اگر اشتباه نکنم، ساقی شرابم بده. من این آهنگو خیلی وقت پیشا شنیدم ولی هرچی میگردم لینکشو توی یوتیوب پیدا نمیکنم. اگر که کسی این آهنگو داره و میتونه واسه من بفرسته لطفا تو پیج اینستاگرام واسه من بفرستید. خیلی دوست دارم به اون آهنگم من ریاکت برم. شاید بهتون بگم 20 سال پیش مثلا من این آهنگو شنیدم، 15 سال 20 سال پیش، اون موقع هنوز توی ایران بودم، من این آهنگو شنیدم. اگر کسی میگم داره موزیکشو واسه من توی اینستاگرام بفرسته ممنون میشم. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. مرسی از محبتاتون. امیدوارم تمام انرژیایی که به من میدید بهتون برگرده. صحیح سلامت، جیباتون پر پول. تا ویدیو بعدی، بدرود.